کنکور تنها فایدهش اینه که شبیه سازی زندگیته. میخوای اینو بفهمی یا نه؟ تو امروز باشی بری بگی کنکور ناعادلانه است. مگه زندگی عادلانه است؟ مگه پس فردا میری دانشگاه مگه عادلانه است؟ مگه سر کار عادلانه است؟ مگه زندگی واقعی عادلانه است؟ همینجا تمرینش کن. آقا سخته، مگه زندگی آسونه؟ مگه زندگی سخت نیست؟ آقا از خیلی چیزا باید بگذر، از خیلی چیزا باید بگذری. مگه تو زندگی نباید از خیلی چیزا بگذری؟ باید بگذرید بچه. اگر یه چیزی براتون مهمه باید نشو بدید. آقا من اصلا خودمو بهت بگم، پدر من چند سال خارج از کشور زندگی میکنه، پروازش 10 و 20 دقیقه شب نشست، تقریبا 1 ساعت پیش. بعد 2 سال و نیم 3 سال داره میاد و من نرفتم فرودگاه و قطعا هم دست من دارد. کل فامیل فرودگاه است بجز پسر بزرگش. قطعا و حق داره. دوباره این اتفاق میفته بازم نمیرم. وقتی کلاس دارم یعنی کلاس دارم. تو اونه باید بدم. مگه تو زندگی تو اون نمیدی؟ مگه لحظه زندگی داری تو اون نمیدی؟ مگه زندگی سخت نیست؟ مگه زندگی عادلانه است؟